سرخط مهمترین خبرها. امامعلی رحمان به قرقیزستان رفت. مقامات گفتند اموال رهبران غیر رسمی بدخشان هنوز مصادره نشده است و قرب روبل در تاجیکستان دوباره بالا می رود. درود بیننده عزیز، من مولا رجب یوسفی با خبرهای آخرین در خدمت شما هستم. امروز 21 ایول است. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح 21 ایول به قرقیزستان سفر کرده است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت با نشر خبرنامه گفت هدف از این سفر شرکت در جلسه سران کشورهای آسیای مرکزی می باشد. امامعلی رحمان نظر به دیگر رهبران منطقه یک روز دیرتر به قرقیزستان رفت. شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان و قاسم جمعت توقیف رئیس جمهوری قزاقستان علیه روز 20 ایول در قرقیزستان بودند و با رئیس جمهوری این کشور صادر جباروف ملاقات داشتند. قرار است امروز 21 ایول در شهر چالپان آتی ولایت استقلال قرقیزستان واخوری سران کشورهای آسیای مرکزی برگزار شود. چنین دیدارهای رهبران کشورهای آسیای مرکزی از سال 2018 به این طرف برگزار می شود. مقامات میگویند اموال شخصان با نفوذ در ولایت مختار کوهستان بدخشان که با نام رهبران غیر رسمی مشهورند تا حال مصادره نشده است. برنا سعید ولیزاده سردار خدمات اجرایی نزد حکومت روز 20 ایول در نشست خبری گفت پس از واقعه‌های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان وابسته به مصادره مال و اموال از دادگاه‌ها سند اجرا نگرفتند، خانم سعید ولیزاده گفت ممکن است تفتیش این قضیه ها ادامه دارد. مطابق قانونگذاری تاجیکستان خدمات اجرا تنها بعد از قوه قانونی گرفتن قرار دادگاه آن را اجرا می‌کند. پیشتر پیوندان امرالدین علاوتشویف یکی از چهره‌های شناخته در میان زادگان بدخشان گفتند که منزل او بعد 18 سال زندان شدنش ویران کرده شده است. سردار خدمات اجرا درباره این قضیه اظهار بیخبری کرد. در پی عملیات به گفته مقامات ضد تروریستی در ماه می امسال در ولایت مختار کوهستان بدخشان 10 نفر از جمله چند شخص با نفوذ کشته و برخی بازداشت شدند. مقامات بارها از مال و اموال این شخصیت ها از جمله طالب ایانبکوف، محمد باقروف و دیگران صحبت کردند. از جمله مسئولان امانت بانک چند سال پیش گفتند که اموال به گرو مانده طالب ایانبکوف را به فروش گذاشتند. 21 ایول زادروز یوسف اسحاقی از دانشمندان شناخته ساحه طب و سابق رکتور دانشگاه طبی تاجیکستان است. اسحاقی اگر زنده می بود امروز به سن 90 می رسید، ولی 6 می سال 1996 افراد ناشناس یوسف اسحاقی را به قتل رساندند. قاتلان پیدا نشدند. رادیوی آزادی درباره زندگی نامه این دانشمند تاجیک مستند آماده کرده است که پاره از آن را همراه می بینیم. 6 می سال 1996 برای دو دانشمند معروف طبی تاجیک یوسف اسحاقی و منهاج غلاموف روز آخرین زندگی و فاجعه ملت بود. این دو دانشمند زمان در روز روشن و حضور چندین شاهد بازداشت و کمی دورتر از مکان بازداشت قتل شدند. مگیلادзе بودند دکان زوبایدلو عبدالوحید دکان و رکترات بود. بعد برآمدیم که من گفتن که میخواد گناه تا که ماشین دینزینو بیاد من شو برام. میگم ما همین دو ایستادگی همین استانوفکا کی ماشین مانی برند که یکی دو تا ماشین محکم کرد بعد ایسو رفتن. بو اگه این دو نمی اینجا نمیرم میگم که این معلم دکتر کجا رفتن خانده کنن. همین که من بعد ایسو بردن که بعد همین وای حکیم جون وای چی خولف کی ماشین دید که میخواد خودش شد همین وای همینجا من اینجا وادیا بیرشی وای بود سربه ماشین دید که اونجا خون بعد اومده وای کنه وقتی اول اولا کمتر نفس کشی بود خیلی وای کن همینجا وقت همینجا گذاشتن همگی یک 8 تیر غلامو و 11 تیر معلم بود 8 تیر وای کردگی. زمان قتل شدن یوسف اسحاقی رکتور دانشگاه طبی تاجیکستان بود. بیشتر از 30 سال رهبری این دانشگاه با نفوذ تاجیکستان را بر عهده داشت، اما همزمان کارهای علمی، تعلیم و تربیت شاگردان و گذشته از این فعالیت طبیبی خود را در کافدرای بیماری‌های گوش و بینی و گلوی دانشگاه طبی تاجیکستان ادامه می‌داد.
اتاقی که ما قرار داریم این اتاق مدیر کافدرای اوتورینولارینگولوژی است که در اینجا قبلا استاد موصوف یوسف بخشیخان اسحاقی سالهای طولانی راهبری این کافدرا به عهده داشتند و با خدمت‌های شایانی آن کس به نظر گرفته شده با سپارش راهبری دانشگاه و قرار شورای عالمان دانشگاه کافدرا به نام استاد یوسف بخشیخانویچ اسحاقی گذاشته شده است. در حقیقت خودی همین میز است تا حال حلقه جوان و تجهیزات داخلی اتاق عوض نشده است. همین میزی که بود در همین میز نشستن پشت همین میز کار میکردن و جلسه های کافدرا در داخل همین اتاق میگذشت. террори ду донишманди маъруфи тоҷик Юсуф Исҳоқӣ ва Минҳоҷ Ғуломов он замон ба унвони ҳодисаи даҳшатангези миёни мардум сарусадаҳои зиёдеро ба миён овард. бархе мақомотро дар он гунаҳгор медонистанду бархе дигар мухолифони ҳукуматро. мақомоти тоҷик чанд сол қабл эълон карданд ки ин ҷиноятро размандагони гурӯҳи Раҳмон Сангинов мулаққаб бо Раҳмон Гитлер анҷом доданд. гӯё ин гурӯҳ қатли Муҳаммад Осимиро низ анҷом дода ҳадафашон террори донишмандони саршинос будааст. شکل کامل مستند به زودی در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پخش می شود. در ولایت ختلان بیش از 156,000 نفر در منطقه های زندگی می کنند که زیر خطر آفتهای طبیعی قرار دارد. زیاده از 100,000 ساکنان در منطقه های کولاب ولایت ختلان بودند. محمدزاده جمشید سردار ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت ختلان در نشست خبری گفت که 23590 خواجگی در 315 منطقه های خفناک زندگی می کنند. او گفت 3 سال پیش منطقه های خفناک 406 عدد حساب می شد، ولی در نتیجه کارهای ساحل بندی و مستحکم سازی تعداد این گونه موضع ها تا 315 عدد کم شد. همساله ولایت ختلان در نتیجه بارشات باران و آمدن سیل ضرر زیاد می بیند. به گفته مقامات سال جاری آفتهای طبیعی در ولایت ختلان کمتر ثبت شده است. ضمناً قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه بعد چند روز پایان روی دوباره رو به افزایش نهاد. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی 173 سوم و 20 درم ارزش دارد. قرب دلار آمریکایی باشد باز هم پایان رفته $100 به 980-990 سوم برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 21 ایول چنین تعیین شده است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 21 ایول را فرا می‌گیرد. 21 июли соли 2014 Шуҳрат Қудратов боздошт шуд. Шуҳрат Қудратов вакили дифои Заид Саидов, собиқ вазири саноати зиндонии тоҷик бо иттиҳоми тамаъкорӣ боздошт шуд, вале худи ӯ иттиҳомотро рад кардааст. ӯро ба 9 соли зиндон маҳкум карданд ва бар асоси қонуни ав баъди 4 соли ҳабс озод шуд. Қудратов ки аз назари ҳомиёни ҳуқуқ чун зиндонии сиёсӣ интиқод шуд, баъди раҳоӣ аз зиндон тарки Тоҷикистон кард. 21 июли соли 2011 Маҷлиси миллӣ ба кодекси ҷиноӣ тағйиру илова ворид кард, ки барои созмондиҳандагон ва фаъолони намоишҳои эътирозӣ бидуни иҷоза аз 2 то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. ин кори палатаи болоии парлумон ҳамчун иқдоми ғайридемократӣ ва маҳдуд шудани ҳаққи шаҳрвандон ба изҳори назар интиқод шудааст. 21 июли соли 2017 мақомоти вазорати фарҳанги Тоҷикистон гуфтанд, ки ба хотири ҷилавгирӣ аз бегонапарастии сокинон қолаб ва шаклҳои либоси миллиро таҳия доранд. вазири фарҳанг Шамсиддин Орунбекзода гуфт, бо ин кор комиссияи махсус бо дастури дастгоҳи иҷроии президент машғул аст. иқдоми мақомот ҳамчун дахолат ба озодиҳои шаҳрвандӣ ва талоши аз таваҷҷӯҳ ба либоси динӣ дур кардани сокинон интиқод шудааст. بینندگان عزیز به پایان برنامه نوید رسیدیم. با امید دیدار در روز آینده. خدا نگهدارتان.